سلام، خوشحالم که با یک ویدیو دیگه در کنارتون هستم. ما باید به 2 دلیل اصلی پوستمون رو با یک شوینده مخصوص خودش شستشو بدیم. حالا این دلایل چی هستن؟ دلیل اول این که پوست ما هر روز با آلودگی‌ها و ذرات گرد و غبار محیط اطراف در تماس هست. این آلودگی‌ها میتونن به پوست ما وارد بشن و منافذ پوستمون رو ببندن. اگر با یک شوینده مناسب پوستمون رو شستشو و پاکسازی نکنیم، این آلودگی‌ها توی منافذ پوستمون باقی میمونن و اجازه نمیدن که پوست تنفس داشته باشه. این آلودگی‌ها اجازه نمیدن که چربی به طور طبیعی از پوست خارج بشه و ممکنه که جوش بزنیم، پوستمون ملتهب و قرمز بشه و در درجه شدیدتر حتی ممکنه باعث چین و چروک برای پوستمون بشه. دلیل دوم هم اینه که پوست ما برای اینکه همیشه مرطوب و نرم باقی بمونه از خودش چربی تولید میکنه. اما اگر این چربی خیلی زیاد بشه و شستشو داده نشه، باعث میشه که توی منافذ پوستمون جمع بشه. حالا توی این حالت باکتری هایی که به طور طبیعی توی پوست ما زندگی میکنن از این چربی ها و سلول های مرده پوست تغذیه میکنن و تعدادشون زیاد میشه. این باکتری ها با چربی زیاد جمع میشن و منافذ پوستمون رو میبندن و ممکنه که پوست دچار جوش یا آکنه بشه. این حالت توی افرادی که پوست چرب دارن بیشتر دیده میشه. یادتون باشه اگر پوستتون رو با یک روتین خاص خودش شستشو ندید، یک لایه از آلودگی روی پوستتون باقی میمونه، باعث ایجاد التهاب میشه و اجازه نمیده که محصولات مراقبتی به پوستتون وارد بشن و در نهایت پوست شما آبرسانی نمیشه و شفافیت خودش رو از دست میده. پس حتما از یک شوینده مناسب برای حفظ سلامتی و آبرسانی پوستتون استفاده کنید.